سلام رفقا، حالتون چطوره؟ همیشه یک سری انتقادات از طرف اساتید موسیقی سنتی به همایون شجریان وارد میشه. از جمله اینکه میگن همایون شجریان فقط وارث حنجره استاد محمد رضا شجریانه و هیچ وقت ادامه دهنده راه این بزرگوار نبوده. در ادامه هم صحبت‌های استاد علیزاده و نقدهایی که کاملا با احترام نسبت به همایون شجریان میگه رو با هم دیگه میبینیم و توضیحات تکمیلی هم همونجا بهتون میدم. اولین نکته راجع به جنس صدا است. درسته صدای این دو نفر بسیار به هم شباهت داره، ولی کسانی که گوش دهنده حرفه‌ای موسیقی هستن متوجه این داستان میشن که همایون شجریان یه خورده صداش کدرتره و استاد شجریان صداش مثل یه چشمه زلال و شفافه. اینو نمیشه با حرف و با نوشته و با این داستانا توصیفش کرد. فقط کسایی که واقعا گوش میدن صدای این دو نفر رو و سالها گوش دادن متوجه این موضوع میشن که استاد محمد رضا شجریان صداش زلالتر و شفافتر از همایون. البته این مقایسه‌ای که شما انجام میدید، مثلا سن 44 سالگی، سن 50 سالگی، سن 35 سالگی استاد محمد رضا شجریان رو بیاین با همون سنی که همایون شجریان داره اجرا میکنه مقایسه کنید، چون اواخر دوره استاد محمد رضا شجریانشون هم صداش خورده بمتر رو یه خورده تغییر پیدا کرده بود. تو ویدئویی که راجع به تغییر صدای محمد رضا شجریان گذاشتم میتونید موضوع رو ببینید. ولی اگر خواستید مقایسه‌ای انجام بدید حتما سن این دو نفر رو مد نظرتون باشه. البته آهنگ مرغ سحر مثلا اگه گوش بدین این دو بزرگوار رو کاملا متوجه میشین که حتی تو اون سن استاد محمد رضا شجریان صدای زلالتر و شفافتری نسبت به همایون شجریان داره. نکته بعدی راجع به سبک موسیقی استاد محمد رضا شجریان و همایون شجریان هستش. استاد محمد رضا شجریان هیچ وقت فراتر از موسیقی ردیفی ما نرفت و همیشه وفادار بود. زمانی که با استاد همایون خرمیشون فعالیت داشتن شاید از یک سری سازهایی استفاده میشد در کارهاشون که ایرانی نبودن، ولی در ادامه با همکاری با استاد لطفی، مشکاتیان و علیزاده حتی دیگه ما صدای پیانو رو داخل کارهای ایشون نمیتونستیم بشنویم. و برای مثلا جبران سازهای ذهی که داخل کارهاشون بودن ایشون اومدن دست به خلاقیت زدن، یه سری سازها رو خودشون ابداع کردن، مثلا ساز ساغر رو ایشون ساختن برای جبران این مسئله. ولی در عوض همایون شجریان 180 درجه مسیری که رفتن متفاوت از استاد محمد رضا شجریان. درسته که تو کارهای ایشون ما تحریر داریم، چهچهه میزنن داخل این کارها، ولی به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که این کارها سنتی هستن. حالا بریم صحبت‌های استاد علیزاده رو بشنویم با هم دیگه. اونجا یه سری نکات هست که من خدمتتون میگم. در ایران در جامعه ایرانی ما می‌دونیم که هر موسیقی یک مثلا چیزی داره، یعنی در یک چارچوبی قرار می‌گیره و یک تعریفی داره که در اینجا شما می‌شناسید. شما وقتی می‌بینید خلاص شانس سیمفونی کم شده شدی وقتی می‌رید تو مغازه‌ای که سیمفونی مغازه بزرگ میشه در شما مشخص کرده شما موسیقی جاز، موسیقی پاپ، موسیقی راک، موسیقی موزیک و موسیقی کلاسیک و همه اینا رو در جای خودش می‌ذارن. هیچ کدومش بر نمی‌خوره بگن چه آلبوم چه پاپ. این سخن آقای علیزاده از اونجایی میاد که گویا همایون شجریان بهش برمیخوره نسبت به این داستان. حالا میگه اصلا برخوردن نداره. وقتی شما میرین توی سیدی فروشی شاید صداش واضح نیاد، من هر چقدر تلاش کردم نتونستم صدا رو درست کنم. دیگه شما نباید بهت بر بخوره زمانی که کارهات میره تو ژانر پاپ قرار میگیره، چون کارهایی که شما تولید میکنی اصلا کار سنتی نیستن. این سخن ایشون از این بابت میاد که گویا همایون شجریان بهش برخورده این داستانی که بهش میگن پاپ میخونه. پاپ اصلا چیز بدی نیست که من بخوام اون وسیله خودی نکنم که بخوام مثلا شجریان بکنم استجابت میتونم. این سریعا بعدش هم اسم همایون شجریان آورد. من افتخار کنم چون هم پسر عزیز و همکار ردیفی بودم و هم هنرمند هستم. ولی من میگم نوع موسیقی باشه. اصلا من حرف خیلی تخصصی داره. اتفاقا عوام در روزها این وجود نشون که ازش موضوع درست کنن. و اولا که من به عنوان یک متخصص در کار خودم حق دارم تو جامعه خودم نظر بدم. قرار نیست که من میشم بگم مثل مردم عادی بگم به عادی مثلا خودشه. نه، من میتونم موسیقی رو دوست داشته باشم، به موسیقی از طرف فنی آنالیز متأسفانه. خب ببینید ایشون الان در لفافه میگه که موسیقی پاپ دیگه این آقای علیزاده است، من نیستم که نظرم این باشه. بالاخره ایشون متخصص هستن در این زمینه و میتونن نظرشون رو بگن و به قول خودشون اول اینکه میتونن موسیقی رو دوست نداشته باشن و دوم که اصلا زمانی که میگه من آنالیز میکنم این موسیقیه اصلا چیزی برای گفتن نداره. و اینو ما میتونیم قضاوت کنیم از آیندگان، یعنی موسیقی که در حال حاضر موسیقی پاپ ما داریم، ترکایی که 10 سال پیش 15 سال پیش معروف شدن مثل قارچ سر برآوردن دیگه اصلا الان کسی نمیدونه چیه. جامعه امروزی، نسلی که الان هستن، اصلا بحث نسل نیست، بس رو این هست که موسیقیایی که الان گوش یعنی چون این بحث مصرف گرایی وجود داره داخل کل جوامع نه فقط ایران، هیچ کس حوصله نداره که بیاد بشینه یه موسیقی مثلا 30 دقیقه بشینه موسیقی گوش بده، بشینه و یه آهنگ رو گوش بده. همون جوری که ما داریم
به سمت غذاهای فست فودی میریم. یعنی ما میخوایم یه غذای تو 10 دقیقه، شما زمانی که میخواید پیتزا بخوری تو 10 15 دقیقه میرید حاضر میشه و میل میکنید، ولی شما با یه قرمه سبزی مثلا اینو مقایسه کنید 5 6 ساعت نیاز هست که وقت بذاری برای پخت این غذا. برای موسیقی هم همینطوره. طرف دوست داره بیاد 5 دقیقه 4 دقیقه یه موسیقی رو سریع مصرف کنه و بره پی کارش. پس نوعی که همایون شجریان کارمندان شما تو درش رو باید کنید شجریان که کارهایی که بالاخره انجام بدن تا امروز میشه گفت 97-8% در همون ژانر موسیقی سنتی قرار میگیره. آواز توش خیلی مهمه و بالاخره آواز ایرانی که یک آوازهای جالبیه، چیزی خودش داره که تو آواز موسیقی کلاسیک ایرانی هست. خب الان ما چند تا اسم مثلا یعنی نامبرایی دیگه تقریبا تکرار نشده، یعنی بدون نگه، یعنی بعد از آقای شجریان آواز یعنی آواز که شجریان میکنه در پسرش خیلی نیست، در فرزندشون نیست. الان جامعه حوصله شنیدن آواز نداره، چون دیگه داده نمیشه، چون مردم یا وقت ندارن یا حوصله ندارن. اینجا میگه که اصلا همایون شجریان ادامه دهنده اون راه نیستش، چون اون مدلی که استاد محمد رضا شجریان ازش به شما نیستش. علیزاده داره این حرفو میزنه. بعد میخوام یه موسیقی رو مثلا یه کنسرت برن یه مقداری باش حالا که نمیشه مثلا برقصن شوخی کنن یا که بیان بیرون، بعد برای خواستن بیان بیرون راجع به چیزی که صحبت کنن. اصلا قرار نیست تعمقی روی اون چیزی که شما اگه یه فیلم خیلی خوب برید وقتی میاد بیرون نمیتونید با بغل دستی صحبت کنید. شما مدت دوست دارید تنها باشید تا بهش فکر کنید. واسه تو آرچه خوب. خب اینجا هم داره میگه که موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی که ما داریم و به این نام معروف است در بین عوام، این موسیقی احتیاج به تفکر داره، احتیاج به تعقل داره. یعنی شما زمانی که اون آهنگر رو گوش میدید ذهنتون درگیر اون موسیقی میشه که چیه، چی شد، چرا این اتفاق افتاد. در حالی که موسیقی پاپ، موسیقی های پاپی که الان گوش میدیم مثلا همچین خاصیتی نداره. ما آهنگر رو گوش میدیم مثلا نمیدونیم چی بود، چی شد، یه سری اصوات اومدن تو گوشمون و بعدش هم تموم شد و رفت کارش. موسیقی خود میتونه همینجوری باشه. ولی خب خیلی از موسیقی الان اجرا میشه که شما بعدش میتونید به هر چیزی مثلا یه چیز دیگه صحبت کنید و من کنسرت بدید. و این کنسرت ها این موسیقی ها شنونده انبوهی داره، درآمد اقتصادی خوبی داره و به هر صورت هنرمندا میتونن انتخاب کنن که یا بیان اون ژانر مثلا هنری‌ترش یا خاص‌ترش رو در نظر بگیرن، مثل بدن ایشون که سابقه کار کرده. حالا شاید ایشون اصلا روشون نشه که بگن این ژانر موسیقی هنری هم نیست. یعنی چون میگه زمانی که شما می‌خواید هنری‌تر کار کنین بیاین به این سمت موسیقی رو گوش بدین. اینم میتونیم بگیم مثلا طرفدار امیر تتلو زمانی که یه پیج اینستاگرام میزنه تو 10 دقیقه به موسیقی، من خودم به برخی از آهنگاش احترام میذارم، ولی تو 5 دقیقه یه پیج میزنه پیجش مثلا چند میلیونی میشه. و میدونید منظورم چیه؟ منظورم این نیست که تعداد افراد دلیل بر با کیفیت بودن اون موسیقی نیست. حالا امیر تتلو رو گفتم، خیلی خواننده‌های دیگه هستن، آرش و مسیح هستش، ماکان باند هستش، ماکان بند هستش. این بندایی که الان اومده چی میگن، چه موسیقی دارن اجرا میکنن؟ شجریان اسطوره‌ای است در این زمین. بعد از شجریان شما نگاه می‌کنید که قوانین موسیقیش عوض میشه. من مثلا ایران نمیگم. من می‌خوام بگم تایید کنم، رد کنم. من ربطی نداره. ببین اینجا دیگه واقعا اصل انتقاد رو داره میگه، ولی خب میگه به من ربطی نداره. خود استاد محمد رضا شجریان فکر کنم توی یکی از مصاحبه‌اش گفت من کاری به کار همایون شجریان ندارم، همایون هر جوری دوست داره مثلا میتونه اجرا کنه. حتی راجع به آهنگش گفته بود که این آهنگی که فکر کنم همون با من سنما بود، این رو میذارم مقایسه میکنیم یه خورده با من سنمایی که قبلا خوندن و با من سنمایی که الان اجرا شده، مقایسه میکنم در ادامه این دوتا کار رو. ولی حالا استاد محمد رضا شجریان که نمیتونه بگه همایون بده، میدونی؟ مثل هر هنرمندی که میگن هنرمندی که مسئول فعالیت خودشه، چون موقع فعالیت این از 16 سالگی شروع کرده، یعنی از همون موقع شروع میکنه در چیکار و انتخاب اینه که تا من این صحبت کردم، یعنی همایون شجریان دانسته داره این کار رو انجام میده، انتخاب خودش از این سبک موسیقی رو ادامه بده، در حالی که توانش رو داره که ادامه دهنده راه پدر باشه. عواملی باش برخورد شد، یعنی که مثلا منو گفتن کشته که اصلا چیزی از بچه‌ها خودم میشه دوست دارم، ولی مثلا اینجاست که من یه وظیفه دارم که نظرم رو باید در موسیقی در هر جایی بدم. خب ببین بچه‌ها، مثلا خیلی ویدیو هم داره طولانی میشه، ولی شما آهنگ با من سنما، اون ورژنی که همایون شجریان و استاد محمد رضا شجریان رو اگه با هم بخواید مقایسه کنید، ببین اون آهنگ اول واقعا آدمو میبره به همون دوره‌ای که این شعر نوشته شده، آدم میره به همون زمان، حس و حالش خیلی لطیف. ولی زمانی که اون کاری که با گیتار الکتریک همایون شجریان درست کردن براش، اصلا استرس میگیری، انگار آهنگه و اون کلامه هماهنگی با هم ندارن، انگار قطع ارتباط اون
کلام با ارتباط اون آهنگ در یک راستا نیستن. معنی و مفهوم آهنگ با معنی و مفهوم ترانه در تضادن، در حالی که کار استاد محمد رضا شجریان رو گوش میدی اصلا اینجوری نیست. کلمات کامل درست واضح شنیده میشن، دقیقاً موسیقی و کلام در یک راستا هستن. خب دوستان نظر شما چیه؟ یا واقعا این حرف‌ها راجع به همایون شجریان درسته، صحت داره، یا اینکه نه به نظرتون شما موافق این سبک خوندن همایون شجریان نیستید؟ تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.